بماند که حرفای عجیبی میزدن. بعضیا میگفتن پیرمردهایی هستن ایام نوروز که دیده بازدید میری اینا جملات عجیب غریبی میگن، بعد حواستون بهشون باشه. معروف ترین نشینه جای اولاد منی بابا جان، به همین بهونه همه زن و دخترای فامیلو میبوسن. کجا جای اولاد؟ چون میدونید پیرمردها یه مقدار که میرن سنشون بالا، مخصوصا مردها که پیر میشن توقعشون یه مقدار میره بالا، لذا میگه جای اولاد منی بابا جان. رفیق من میگفت صف آبربانک بودم، پیرمرد نمیتونه چشاش خوب نمیدید، گفت پسرم یه موجودی برای من میگیری بابا؟ گرفتم کلا 15000 تومان تو حسابش. گفتم با پدر جان 15000 تومان. گفت توف به قبر بابات با این موجودی گرفتنت. فکر میکنه مثلا اون مقصر بوده که مثلا. یکی از رفقا میگفت کاش خداوند قبل از اینکه ما رو از این دنیا ببره یه 5 دقیقه به ما فرصت بده گوشیامونو پاک کنیم، فرمت کنیم. و الله میگفت نه تنها برامون مجلس ختم نمیگیرن که جنازه‌مون هم آتیش میزنن.